دوستان گلم، ما برای تفسیر آثار و علایمی که شما برای ما میفرستید ما هیچ هزینه دریافت نمی کنیم. اصلا مهم نیست. زمانی که ما میایم داخل محدوده میخوایم کاوش انجام بدیم، حالا چه اپراتور حرفه‌ای باشیم چه مبتدی باشیم هیچ فرقی نمیکنه. خب ما الان اومدیم داخل یه محدوده باستانی، ما اون بالا دست خب قلعه رو داریم. تو قسمت پایین دست ما اونجا داریم چشمه هم نامی هست و توی اون قسمت پایین دست قلعه و چشمه همین که الان کاملا گندمه، همین پایین درخت ها، از درخت ها شروع میشه توی این قسمت. اونجا ما سکونتگاه رو داریم چون که به وفور اونجا تکه های خمره پیدا میشه، پس اونجا سکونتگاه ما میشه. زمانی که ما میایم توی این قسمت خب دیگه هیچ احتیاجی نیست ما بیایم عکس تهیه کنیم بفرستیم برای افرادی که خب ادعای کارشناسی دارن بیان برای ما تفسیر انجام بدن، بعد ما بیایم بیهوده کاوش کنیم. این وسیله که شما میبینید این اسم شعاظنه. حالا فرقی هم نمیکنه که برای چه کشوری باشه، شما چه اندازه بخواید به این شعاظن پول بدید، حالا برای آمریکا باشه، برای ترکیه باشه، برای استرالیا باشه، برای آلمان باشه. این سیستم یه سیستم گمانه‌زنیه. زمانی که ما میایم داخل محدوده آثار داریم، علائم داریم، دنبال خب قبر میگردیم، دنبال ورودی میگردیم، دنبال اتاقک میگردیم، دنبال گوردخمه میگردیم، میتونه برای ما خب بهترین کارشناس باشه. دیگه اون هزینه هایی که ما بیایم پرداخت کنیم برای تفسیر عکس، همین سیستم رو تهیه میکنیم. برای اطلاعات بیشتر این سیستم و قیمت شما میتونید عدد 55 رو برای ما کامنت کنید، به صورت خودکار برای شما ارسال میکنیم. هستیم خدمتتون.